سلام. قرار از امروز هر روز یه ویدیو در مورد گرفتن وقت از سفارت‌های مختلف برای ویزای شنگن کوتاه مدت براتون بذاریم. امروز میخوایم وقت سفارت آلمان رو از طریق سایت ویزامتریک توضیح بدیم. اول که گوگل می‌نویسین ویزامتریک، وارد سایت ویزامتریک میشین. در سایت ویزامتریک قسمت هم فارسی داره هم انگلیسی، میتونید قسمت فارسی رو انتخاب کنید. یک آیتمی داره به اسم یک قرار ملاقات رزرو کنید. روی قرار ملاقات کلیک میکنید، به شما یک سری اطلاعات میده. توی این اطلاعات قسمت جزئیات بانک داره که گیرنده داره، نام بانک داره و شماره کارت. توجه داشته باشید که حتما باید این مبلغی که اینجا نوشته 1,300,000 تومان 13 میلیون ریال به شماره کارتی که توی این سایت براتون گذاشته به نام شرکت رهیاب گذر آرتا واریز کنید. بعد از واریز مبلغ به حساب شرکت شما وارد سایت سفارت آلمان میشین. باز هم میتونید تو گوگل سفارت آلمان رو سرچ کنید. در قسمت خدمات وارد بخش روادید و سفر میشین. در قسمت روادید و سفر از شما یک اطلاعاتی میخواد که ویزاتون چند وقت است و ویزای کوتاه مدت میخواد یا بلند مدت. ویزای کوتاه مدتی که انتخاب کنید، قسمت آیتم اول 3 گام برای ارائه درخواست به شما داده. در قسمت ارائه درخواست آیتم سوم قسمت یه جایی داره به اسم نوبت. اون کوچولو نوبت رو میزنین، وارد سایت سفارت آلمان میشین. تو این قسمت یک سری اطلاعات به شما میده. قسمت بالا انگلیسی، قسمت پایین فارسی. گوشه پایین سمت راست یه دونه آیتم داره به اسم نیو اپوینتمنت. نیو اپوینتمنت رو که کلیک کردین وارد یه صفحه میشین به اسم اپوینتمنت ویتینگ لیست. یه سری اطلاعات از شما میخواد، لاست نیم، فرست نیم، مشخصاتتون رو میخواد، ایمیل رو میخواد. ایمیل رو دوباره باید تکرار کنین. تلفن نامبر، شماره پاسپورتتون رو دقت کنین، اشتباه نزنین. یه کارتی داره به اسم کارت نامبر. این کارت نامبر کارتیه که باهاش پول پرداخت کردین. اینو دقت کنین، همون شماره کارت باشه که باهاش پول پرداخت کردین، تاریخی که پرداخت کردین میخواد و هدفتون از سفر. فرم که کامل تکمیل میشه سابمیت میکنین و شما دیگه اینجا کاری. فرمو که سابمیت کردین توجه داشته باشید بعد از حدود نیم ساعت تا 1 ساعت یه ایمیل از سفارت براتون میاد که شماره پاسپورت شما توشه. یه کد رفرنس داره که حتما باید چک کنین شماره پاسپورتتون درست باشه. این به شما اعلام میکنه که رزرو شما انجام شده، ولی شما رزرو دارین و در ویت لیست هستین. هنوز وقتی برای ویزامتریک ندارین. توجه داشته باشید که بین 1 هفته تا 10 روز حتما ایمیلاتون رو چک کنین. از سفارت به شما ایمیل میزنن و ویزامتریک به شما وقت یک تاریخی رو میده که در این تاریخ در این ساعت بیاین. بازم توجه داشته باشین قبل از همه این کارا کلیه مدارکتون آماده بشه، چون ممکنه امروز شما حساب میکنین و فردا بهتون وقت بده. دیگه وقتی ندارین که بخواین برین دوباره دنبال مدارک. حتما مدارک آماده بشه، همه چی آماده باشه، بعد این کار انجام بدین، ویزاتون رو بگیرید.